سلام دوستان، چطورید؟ امیدوارم چطورتون عالی باشه. خوش اومدید به دومین ویدیو کانال من. چه خبر بچه‌ها؟ حالا اومدیم بدوارز رو بهتون یاد بدیم چطوریه. بعد اومدیم بدوارز چالشی پارتی، قرار پارت بیارم قوی شروع کنیم دیگه. چند روز بود ویدیو نداشتم، حالا اومدیم ویدیو بزنیم. چه خبر بچه‌ها؟ این ویدیو چالشی بدوارز از این قراره که ما باید تمام از هیچ بلاک استفاده نکنیم به جز بلاک چوب. حالا بلاک چوب چطوریه؟ آره دیگه، فقط چوب. اگر مثلا بلاک پشم بذارم، هر چیز دیگه بذارم، باختم. فقط بلاک چوب. اوکی، بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. حالا منتظریم بریم 11 نفر آنلاینه، بریم سولو بتر کنیم دیگه. حالا باسیم تا چند نفر بیم. حالا بچه‌ها چیه بعد توضیح بدم که بچه‌ها اون لایک ویدیو و کامنت و این چیزا یادتون نره. حالا بچه‌ها، چون من واقعا برای لایک و کامنت ها شما دارم ویدیو میذارم. اینم نشه سلام. ولی الان فقط باید بلاک چوب استفاده کنیم، چون اگه یه چیز دیگه استفاده کنیم چیزو میپره. آره. خب الان براتون بگم که بچه حتما چنلمو ساب کنید، لایک و کامنت یادتون نره، چون انرژی میگیرم یعنی برای پارت‌های بعد. خب بچه الان ما اینجا قراره یکم چوب و چی بگیریم، یه دف بذاریم. گل داجی داشت که میگفتم پشم. کم لود آیرون اینا جمع کنیم، دف بدیم، بعد یه راشو مشتی بدیم، اش کنیم. این شانس من پاره میشم. بچه‌ها طرف من رو شما بده. قدیمش وای حاجی، بدشون نزد حاجی، باورتون میشه بدشون نزد. چرا نزد؟ چرا نباید بدشو بزنه؟ بدشو زدم. داشت بدو لابی.
یک گیری بریم یکم گلد برداریم. بچه ها حمایت یادتون نره دیگه تا بریم برای پارتای بعد پون انرژی. الان من یکم انرژی ندارم چون خونه یکم چیه، حالا لایک و ساب و اینجور چیزا یادتون نره. وای 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 چرا نباید بزنم انبلا. من میره با تمام آیرونا میره چیز میخره، فایربال چیه. خطری میزنه. وای 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 چه فکر. برای ویدیو بعد بهتون قول میدم واقعا بچه ها پر انرژی تر و کاربردی تر میام بهتون سر میزنم. فقط لایک و کامنت این ویدیو بعد یه داستان برای تعریف کنم. من امروز با سنگی داشتیم یه دونه ویدیو میگرفتیم. بعد ویدیوش اینطوری بود، همین بدوارز چالشی بود، فقط پارت دومش بود، هم داشت بدوارز چالشی میرفت. بعد اون مال پشم بود میدونی. بعدش به خاطر یه سری از مسائل نتونستیم ویدیو رو کامل بگیریم. حالا بچه‌ها لایک و ساب این ویدیو حتما برام انجام بدید، واقعا به انرژی میدید. تا ویدیوهای بعد با سنگی میایم ما. آقا اصلا نگاه کن، میخوایم این یوتیوب رو بتره کنیم. ویدیو فایربال بخورم. بسه برم پایین یه دونه TNT بزنم، جامپ TNT بزنم، ویدیو نمایشی کنم. طرف نمیاد راش بده، بعد میریم راش بدیم راشمونو میده. ریدم حاجی. طرف بدش خیلی زود میتونم بزنمش. شاید در آینده واسه ویدیوهای دیگه هم با نینجا و دو سه تا برعکس یوتیوبر بیایم دوباره ویدیو بگیریم. پارت دوم اینم حتما میذارم، این ببرم ادیت بزنم اینا. پارت دوم و سوم و کلا با پارتش اینو تا پارت 10 اینا میبریم. ماشی آبی و خیلی راحت زدم. این قرمزه یکم اصابم خوب میکنم.
چی شد؟ افتادم. لمپینگ هم خراب بوده. وای راحت من وای خیلی بد شده. اصلا لگه، نگاه کن من لگم. وای ریدم. بندازیم شوه. بدم اونو که زد. میخواییم بریم بدون اونم بزنیم. من که مردم باشی دستو باختم. دستو بدم باختم. اینم بزن باید. یه پیام میدم. دستو باختیم بچه‌ها. دست با اون یار نبود. خب بچه‌ها این بود از این ویدیو. امیدوارم که 10 دقیقه بعد بهتر عمل کنیم. گود بای بچه‌ها. امیدوارم همیشه صحیح و سالم باشید. خداحافظ.